الفبای بورس. معرفی مفهوم بورس به عنوان یک بازار. انواع نیازهای انسان سبب شده تا در جوامع مختلف مردم محلهایی رو به نام بازار ایجاد کنند. بازار مکانی عمومیه که در اون خریداران و فروشندگان معاملات خودشونو مستقیما یا از طریق واسطه ها انجام میدن. در برنامه‌های قبل گفتیم که بورس هم در واقع یه بازاره، البته یه بازار پیشرفته و با شبکه‌های ارتباطی گسترده و با بازارهای سنتی که شما میشناسین تفاوت‌های بسیار زیادی داره. اما در بازارها دارایی‌های مختلفی مورد خرید و فروش قرار میگیره. در یک طبقه بندی کلی دو نوع دارایی وجود داره: دارایی مالی و دارایی واقعی. برای درک بهتر مفهوم بورس لازم اول درباره این دو نوع دارایی توضیح بدیم. منظور از دارایی‌های فیزیکی یا دارایی‌های واقعی همونطور که از نامش پیداست دارایی‌هایی هستند که جنبه فیزیکی دارن، مثلا خودرو، املاک و مستغلات، لوازم منزل، طلا و دیگر موارد دارایی‌های فیزیکی هستند. اما دارایی‌های مالی که به اونها دارایی‌های کاغذی هم گفته میشه، دارایی‌هایی هستند که ارزش اونها به پشتوانه یک دارایی دیگه تعیین میشه. به عنوان مثال دارندگی سهام یک شرکت به نسبت سهام خودش در دارایی‌ها و منافع شرکت نام برده شده سهیم میشه، یا دارنده اوراق مشارکت به واسطه مشارکت در پروژه‌ای که اوراق مذکور برای تأمین مالی اون پروژه منتشر شده سود به دست میاره. حالا یه سوال، به نظر شما در بورس کدام نوع از این دارایی‌ها مورد معامله قرار میگیره؟ بورس به عنوان یک بازار محلیه که انواع دارایی‌ها اعم از دارایی‌های مالی و یا واقعی در اونجا خرید و فروش میشه. به بورسی که در اون دارایی‌های مالی یا اصطلاحاً دارایی‌های کاغذی خرید و فروش میشه بورس اوراق بهادار، و به بورسی که در اون دارایی‌های واقعی یا کالاهای فیزیکی خرید و فروش بشه بورس کالا میگیم. نوع دیگری از بورس به اسم بورس ارز هم وجود داره که در اونجا پول رایج کشورها خرید و فروش میشه. توجه داشته باشید که ما در این مجموعه برنامه‌ها بیشتر به معرفی بورس اوراق بهادار یا اصطلاحاً بازار سهام و نحوه سرمایه‌گذاری در این بازار می‌پردازیم و از معرفی تفصیلی بورس کالا یا بورس ارز صرف نظر می‌کنیم، چون بخش عمده خریداران و فروشندگان بورس کالا رو اشخاص حقوقی اعم از شرکت‌ها و سازمان‌ها با رقم‌های معاملاتی بالا تشکیل میدن و بنابراین موضوعات اون دامنه محدودتری از مخاطبان رو در بر میگیره. این در حالیه که بخش زیادی از خریداران و فروشندگان سهام یا اصطلاحاً سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار اشخاص حقیقی هستند که بعضاً حتی با مبالغ کم و پس‌اندازهای مازاد خود از طریق خرید سهام شرکت‌ها یا سایر اوراق بهاداری که در بورس خرید و فروش میشن در این بازار سرمایه‌گذاری کردند. جالبه بدونید در حال حاضر بیش از 6 میلیون نفر در بورس کد سهامداری دارن که این موضوع نشون دهنده فراگیر بودن بورس اوراق بهاداره. بنابراین لازمه در بیشتر مباحث این مجموعه برنامه‌ها به معرفی بورس اوراق بهادار و اصول و شیوه‌های سرمایه‌گذاری در این بازار اشاره کنیم. قطعاً مشاهده و پیگیری این برنامه‌ها شیوه‌های جدید و جالبی از سرمایه‌گذاری رو به شما آموزش میده. مهم نیست چقدر پس انداز دارید، مهم اینه که با کمترین مبالغ هم بتونید یک سرمایه‌گذاری قانونی، سودآور و مؤثر انجام بدید. بنابراین برنامه‌های ما رو دنبال کنید. آنچه در این برنامه گفته شد: بورس یه بازاره که تو اون انواع دارایی‌ها خرید و فروش میشه. در یک تقسیم بندی کلی دو نوع دارایی شامل دارایی‌های واقعی و دارایی‌های مالی وجود داره. دارایی مالی به اون دسته از دارایی‌ها گفته میشه که به پشتوانه یک دارایی واقعی ارزش پیدا کرده. در بورس اوراق بهادار که موضوع این مجموعه برنامه هاست انواع دارایی‌های مالی خرید و فروش میشه که شاید بشه گفت یکی از مهمترین اونها سهام شرکت هاست. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.